شام نوروزیتون بخیر باشد دوستان عزیز. این شام در خلوتگاه نوروز ما دانشمند دلشاد رحیمی حضور دارند. خوش آمدید. سلامت باشید. و مسلم است که شما درباره نوروز، درباره عنعنه‌های نوروزی، به ویژه درباره بازی‌های نوروزی، بازی‌های بچگانه زیاد تالیف کرده اید، نوشته اید و این شام ما می‌خواستیم که محض ما در همین باره البته صحبت کنیم و اما مقدمه البته از نوروز است. بله. خب جشن نوروز البته وقتی که جشن می شود یک روز نیست. بله بله. جشن نوروز از 6 روز تا 10 روز تا 2 هفته حتی ادامه می یابد. البته در هر یک گوشه کناری بله بله عالم. و جشن نوروز از چندین رسم و آیین ها، از نمونه های فولکلوری، موسیقی، رقص، سرودها، خوراک های گوناگون مثل سومنک پزی، عنعنه های بسیار عجایب و همچنین از یک سلسله بازی های ورزشی، بازی های بچگانه عبارت است. و آن همین رنگارنگی، آن همین رسم آیین های گوناگون هستند که شکوه نوروز را باز هم بیشتر میکنند. و امروز ما با شما برای بینندگان میخوایم چند جمله درباره بازی های ورزشی ملی که از دوران خیلی قدیم آغاز یافتند و یک چند بازی های بچگانه که محض در ایام بهار اجرا می شوند چند سخن گوییم. البته تاریخ هر یک بازی ها باز می تواند تحقیقات های علاهیده داشته باشد. ما به طور عمومی میگیم که از بازی های ورزشی بسیار مهم که در جشن نوروز اجرا می شوند پیش از همه ما گشتیگیری. امروز مثلا چند از دوستان اهل فرهنگ و زبان در شبکه‌های اجتماعی بحث می‌آورند که باید این کشتی باشد، کشتیگیری. البته با اوی کوتاه یا گشتیگیری، چون تاریخاً همین طور بوده است. چون کشتی این کمربند است. کمربند آیینی مثلا زردشتیان بود. یعنی از کمربند گرفتن. بله، از کمربند داشتن. بله. خب انا همین خود یک کمربند که نام یک بازی بسیار معروفی ما شده است، این دلالت می‌دهد که 3-4 هزار سال پیش البته نیاگان ما همچنین کمربند داشتند و همچنین مسابقه یا نمودی ورزش. نام گوشتین رو باز در مسشا گوشتن میگویند. گوشتنگیری. شاید بعضی فکر کنند که از گوش و تن است. البته این طور نیست، لیکن جالب است. در قاعده گوشتنگیری البته از گوش گرفتن نیست، چون البته این مفهوم دیگر انکار میشه. درست. اما همین خیلی در نظر اول همین خیلی یک معنی دارد. و قدیمترین اسطوره ها هستند که شاید 4-5 هزار سال پیش سابقه دارند. در آنها گفته می شود که در آیین مهرپرستی، یعنی نیاگان ما از دوران قدیم پیش از زردشتی آیین مهرپرستی داشتند. میترا یا خورشید را پرستش میکردند. البته در آن دور میترا یک خدای دیگر بود، مثل خدایان اولیمپ مثلا یونان قدیم. یعنی بسیار خدایی بوده است. تاریخ است بدانیم. میترا یا مهر خدای دیگر بود و خورشید یا خور دیگر بود. و بعدتر هر دو ابراز یا هر دو سیما یک میشوند. و چنین روایتی هست که باری نخست میترا با خورشید با هم گشتی میگیرند. گشتی میگیرند. البته میترا که خدای بسیار مقتدر بود، خور را میافکند و اما بعد از اینکه غالب آمد از جا خسته دست دراز میکند و خورشید را میپردارد. این یک لحظه روایتی و اساطیر خیلی قدیم است که در سرچشمه باقی مانده است. و بعد از این هر دو دوست می شوند و در آیین میترایی ما می بینیم که هر پگاهی میترا با اسب زرین و گردونه زرین با اسب طلایی رنگ و گردونه طلایی زرین خورشید را می کشد. خورشید را بامداد خورشید را در آسمان میکشد تا به غروب میپرد. گردونه‌اش همون عرابه به قولی عرابه که مثلا معمول است. درست. یعنی نام صرف تاجیکیش گردونه است. یعنی بله گردونه است.
چرخ گردان هم که آسمان را میگن اون گردون همین است. خب این پاره به ما دلیل است که گشتیگیری از دوران خیلی قدیم معمول بوده است. و البته نوروزی که در دوران هخامنشی‌ها بود، در دوران ساسانیان و اشکانیان و بعدتر سامانیان این طرف رسم و اینهای خاصی داشت که بعضی از آنها تا به ما نرسیدند. بعضی حتی نمودهای شاید ورزش هم بود که ما نامهایش رو بعضیشون رو شنیده ایم یا در سرچشمه ها اشاره ها رو میبینیم. اما بازی های ملی چوگان بازی بسیار بازی معروف بود که در شاهنامه بسیار زیبا تصویر شده است و چوگان هم چوگان پیاده روی چمن هست و هم چوگان سواره هست روی بالای اسب سواره. بله. و این بسیار جالب است و تا به همین شاید عصرهای 15 16 تا ممکن نزدیک به 20 آمد. بعضی نمونه های چوگان سواره را در ابتدای عصر 20 میخائیل استپانویچ اندریف اتنوگرافی روس از بدخشان مشاهده کرد و درباره اون معلومات داد. حتی بعضی عکساش را در کتاب تاجیکان خوف درج کرده است. در شهر کران هم اگر خطا نکنم در اونجا وقتی که بازی شد یک میدان چوگان بازی بله در همون قلعه کران که خیلی قدیم بوده است میدان چوگان بازی. کلمه چوگان از کلمه چوب است. چوب و پسوندی گان، چوبگان. و اون توپچه‌ای که با اون بازی میکنن گوی نام دارد و حتی گوی بازی هم میگویند. بله گوی بازی هم میگویند. و این البته دو شکل میشد گفتیم، چمنی، پیاده و سواره. به مثل این باز در قدیم ما بازی های دیگری سواره داشتیم. خب اسب دوانی که پایگاه خیلی معمول است، هم پیاده هم سواره خیلی معمول است. و با اسب در منطقه مثلا درواز در وادی رشت بازی زربوزی بوده است. یک نوع بازی است که یک نوع بازی سواره دیگر بود که زربوزی نام داشت. آن را مثلا سواره بالای اسب دویده یک نشان میگذاشتند. در حالت دویدن اسب باید به نشان تیر میانداخت. البته در زمان قدیم با کمان بود و بعد از اینکه تفنگ پیدا شد با تفنگ میزدند. این یک نوع به نشانگیری و در حالت دویدن اسب اینم کاری هر کس نیست. خب یک بازی دیگر بود که تخم رو در زمین میگذاشتند و پهلوان هنگام دویدن اسب خم شده یا مثلا با نیزه همون تخم رو زده میبرداشت. باید به نشان باید رسد. همین طریق چندین بازی های دیگر بود که توسط کمان اجرا میشد. البته کماندوری معمولی بود. کمان همچون سلاح جنگی بود. بیرون از این باز بچه ها مثلا کمان غولک میکردن یا غولک میگفتند که با اون سنگ میانداختند. فلخمان بود مثلا. این بازی های نیمه ورزشی نیمه حربی بودند. و دیگر بازی هایی که در قدیم ما اشارهشان رو میبینیم، یکی از اونها خاکپیله است. خاکپیله یا خاکپله در بدایع الوقایع واصفی به طور کوتاه اشاره شده است و بچه ها مثلا در جای یک خاکی رو پهن میکردن، شاید بر درازای 3-4 متر بود. از دور میجهیدن، از بالای این غرم خاک توبی خاک میجهیدن. بله. باید پایشون به خاک نرسد، آلوده نشود. و شاید این بازی در تابستان میشد چون اون زمان خاک باز گرد میشود. هر کسی مثلا در خاک میافتاد همه جاش گرد و خاک میشد که باعث مسخره میگشت. یعنی این جنبه های تفریح هم داشت. خب دیگر ما بازی های بچگانه زیاد داریم که در ایام نوروز هست. خب از بازی خیلی معروفی که در این ایام هست بازی چلیک بازی. چلیک بازی نام های گوناگون دارد. چلیک دنگل مثلا در منطقه کولاب و ختلان در جنوب چلیک دنگل میگن. چلیک دنگل میگن. حتی در شمال افغانستان، پاکستان هم چلیک دنگل بوده است. و معنایی که هم دنگل است اونجا و هم چلیک. بله، چلیک چوبچه خرد است و دنگل چوبی کلان. و جای دیگر اون را چلیک بازی میگن، چلیک بازی میگن. مثلا همون چوبش رو چوب دست میگن. جای دیگر چلیک و عصا میگن و عصا مینامند چوبی کلان را. خب یعنی در مجموع این همون بازی است. با هم دیگر مثلا بازی میکنند به طور گروهی یا به طور انفرادی.
давра мекашанд, яке дар давра меистад, албатта навбат мегиранд аввал ва як марра, як ҳисоберо шумурда қарор карда чӯбро ба масофаи дур мезанад, партоб мекунад ва аз он ҷо он рафиқ ба сӯи давра бояд партоб кунад. Агар ба давра афтид, навбати ин месӯзад ва навбати он бачае ки партобгар навбати ӯ мерасад. Агар партоб нашуд, ин зада дур кард, пас аз навра бо чӯби калон ҳисоб мекунанд ки касе ки масалан ба марра пештар расид, ӯ ғолиб аст ва ҳарифро, шахси мағлубро зӯ медавонад ба масофаи мо хеле зиёд зӯ давидаем ва ҳама медавад, ҳама ҳатто мешуд ки як нафар зӯ медавид, дигар бачаҳо баробари ӯ зӯ медавиданд. хуб, ман аввал бозиро тасвир мекунам ва онро баъд таҳлил мекунем. бисёр олӣ. ин ба фикрам барои ҳама ошно аст. бале ва ду се бор бол дар осмон мезанад. Чанд маротиба ки агар ки он чӯби чиликро зад, ҳамун маротиба, ҳамун бор, ҳамун миқдор ба масофаи дур ба навбат зарба мезанад. як таашто агар хато накунам бо даст. хуб, навъҳои гуногуни бозӣ аст. шумо нусха ё варианти дигарашро саҳистед. онҳо ки гурӯҳӣ ҳастанд. боз гурӯҳияш давраи калон дораду. боша, хоҳиш мекунам. яъне бо доман он чиликчӯбро мехапанд. хуб, албатта ману шумо тақрибан синемо як аст ва дар бачагии худ ки бозидаем, ҳамун ҳар кас бози худашро ба ёд меорад. хуб, имрӯзҳо ҳам фаъол аст, бачаҳо бозӣ мекунанд. хуб, ин бозӣ, чиликбозӣ чӣ аҳамият дорад? хуш. пеш аз ҳама агар мо муқоиса кунем бо бозиҳои мобилӣ, компютерӣ, он бачаҳо рӯзи дароз дар мобилӣ ё дар компютер шишта пеш аз ҳама чашмони худро зиён мерасонанд, асаби худро хароб мекунанд ва бадани онҳо ҳамхел лоғар мемонад, чун хун ҳаракат намекунад. чанди бемориҳоро мегиранд ки дар оянда ба онҳо ин бемориҳо албатта баъд рӯбарӯ мубтало мешаванд. хуб, аммо бозии чиликбозӣ пеш аз ҳама ин бозии серҳаракат аст, ҷисмонӣ аст. медаванд, мисли шамшербозӣ, масалан дар майдон онро ҳимоят мекунанд, чӯбе ки меояд. ва ҳатто мегӯянд ки як муҳаққиқе доштем, Шодравон Наим Ҳакимов, дар яке аз мусоҳибаҳош гуфта буд ки дар замони қадим вақте ки бачаҳоро шамшербозӣ меомӯзониданд, аввал бо чӯб онҳо бозӣ мекарданд. бачагони хурдсол, чун масалан ба дасти онҳо шамшер додан бисёр хатарнок аст. аввал бо чӯб онҳо бозӣ мекарданд ва баъдтар вақте ки калонтар мешуданд, баъд бо шамшер масалан шурӯъ мешуд. шамшербозӣ ҳам як навъи масалан бозии миллии мо аст, бостонии мо аст. ва ана ҳамин дар бозии чиликбозӣ як унсури шамшербозӣ аст ки ҳимоят мекунад чӯбе ки аз осмон меояд ё масалан зарба мезананд. ва дигар ин ки бо ҳисобу китоб онҳо ҳисоб кардан. масалан мегӯянд ана ин дафъ масалан ман 47 будам, акнун 17 дигар болош ҷамъ кун. онҳо ҷамъ мекунанд, тарҳ мекунанд. ин набинед ки албатта ин барои ҳисобро дурусттар омӯхтани онҳо таҷриба мешавад. ин ҷанбаи дуюмаш. ҷанбаи сеюмаш ин ки онҳо тавассути зӯ гуфтан шуши худро ба қувват мекунанд. он роҳҳои нафасгириро ба қувват мекунанд. албатта онҳо фаъол мешаванд. шумо бинед ки агар як нафар агар бемори масалан шуш бошад, ба ӯ тавсия медиҳанд ки пуфак пуф кунад. аммо ҳоло он ки инҳо масалан бачаҳо аз хурдӣ ҳамун органҳои масалан нафасгириро ба қувват мекунанд. ва ҷиҳати дигар ҳам ҳаст. ба ғайр аз инҳо бачаҳо масалан ҳушёрию зиракӣ, чобукӣ, чолокӣ ва агар бозии гурӯҳӣ бошад, дар гурӯҳ масалан бозӣ карданро тамрин мекунанд. якдигарро дастгирӣ кардан. бозиҳои дигари гурӯҳӣ ҳам ҳамин хусусиятро доранд. масалан як бозӣ хеле зебо буд, палаку чалак ё палгирӣ мегӯянд. ин бозӣ боз бо номи дигар дар ноҳияи Ашт ҳанӯз боқӣ мондааст. ва дар майдон ду гурӯҳ ҳастанд. тақрибан тахмин кунед ки бозии волейбол ҳасту тур надорад. аз ду тараф хат ҳаст. кӯшиш мекунанд ки яке ба майдони дигар дарояд, аммо дастгир нашавад. онҳо ба майдони дигар медароянд, аммо онҳо намемонанд. агар дарояду яке аз онҳоро даст гирад, ба майдони худ меорад.
اما آنها نمیگذارند. آنها وقتی به خط نزدیک میشن کوشش میکنن اینها به میدان خود کشن آنها را. یعنی آدم رو مثلا یا بازیگر رو به میدان خود جلب کردن، کشیدن است. این هم مثلا بازی گروهی است. مثلا همون موقع ها رو حمایت کردن است. یعنی در گروه همدیگر رو دستگیری کردن در ذهن بچه ها از همون خوردی پیدا می شود. ببینید که در همینجا من میخواستم در تقویت سخنهای شما یک چیز اضافه کنم. ببینید که در همینجا تفریح هست، استراحت هست، خوشحالی هست که سرگرمی هست. البته این خوشحالی البته با جسم انسان فراغت میارد و تندرستی میارد و یا نه؟ البته مثلا ما وقتی بچه بودیم در حولی کار میکردیم. اول گاو مول داشتیم، رفته از صحرا ما علف درو کرده مثلا با دوچرخه علف می آوردیم و با بالای اینها هم وقتی که کمتر وقتی خالی میشد ما با بچه ها مشورت کرده بودیم که وقتی کارهای خانه را انجام میدین فلان ساعت فلان جا جمع میشیم. و من چند وقت پیش پسران ما از من میپرسیدن که شما چی بازی کردید وقتش و من گفتم یک ورق و یک قلم گیر. من میگم نامشون رو نویس. همین طریق 34 بازی رو نوشتن. اونها حیران میشن که چی خیلی با هر یکی اونها رو من شرح دادم و نهایت یک کتابی رو هم آماده کردیم هم از تجربه خودی و من اینجا میخوام به بینندگان این رو معرفی کنم. کتاب نام دارد بازی عنعنوی بچگانه تاجیکان. در اینجا بیش از 200 بازی که در دوام مثلا یک 7-8 سالی که من به این توجه دارم و بازی ها رو جمع کردم در اینجا تصویر شده است. البته بعضی عکس های آنها رو هم گرفتیم که در اینجا مثلا ما جای دادیم. خب البته این بازی ها گوناگون هستند. بازی ها هستند که وابسته به فصل های سال هستند، وابسته به جنسیت هست. مثلا بازی بچگانه است، بازی دخترانه است. دختران مثلا روز شبکه‌بان میکنن، دختران لختک بازی، سنگچیلک بازی، بند پرک، جگر جگر یک نام بازی است. اما مثلا پسران بیشتر بازی‌ای که خاراکتری یک چی میگن پهلوانی و جسارت. بله جسارت و مردانگی. خودمون خورد بودیم یک بازی داشتیم جاگذرک. شاید بازی من نقل کنم به خاطر شما به خاطر بینندگان همین بازی آید. یک 4-5 نفر بچه‌ها جمع شدیم، بچه‌های همین 10-15 ساله. یک نفر سرداری دسته از پیش می ایستاد و در پا البته کفش‌های ورزشی، لباس‌های سبک. او با کدام نقطه به کجایی که جهیده میگذشت دیگران از قفای او میرفتند. بله او میدوید از بالای خرسنگ میپرید. البته خرسنگ کلان نه، سنگی که شاید اندک نیم متر بلندی داشت. دیگران از بالای میجهیدن از قفای وی. از بالای جوی میپرید، زیر یک کندکتی گذشت، پشت درختان این خیل موجناک گذشته میرفت. یعنی هم از قفای وی. بسیار بازی هم شوقمند بود، جالب بود و هم یک در روحیه جسارتی مثلا مردانگی بچه‌ها رو تربیت میکرد. این معنای آن رو دارد استاد که همین بازی هایی که شما در اینجا نامبر کردید و اصولا بازی هایی که در شاهنامه و در سرچشمه های دیگر آمدن یعنی اندک پهلوهای حربی هم دارند. ببینید که حال حاضر به اصطلاح همین سپتسناز های تمام ممالک انا از همین زاویه کار میگیرن، انا همین کار میکنم با قوله. شاید ما از فیلم ها این چیزها رو گرفتیم و به تقلید فیلم ها ما ملتق بازی میکردیم. پرون البته یک چوب شاید فیلم ها از ما گرفتن از بچگی های ما و از سرچشمه های تاریخی ما. البته در ارتباط است. نویسندگان هم از حیات میگیرند. البته و اون مثلا توفنگ اون کمانی که داشتیم از چوبی کج بود، از سیم ساختیم و همین بود. و امروز ما بچه‌ها رو می‌بینیم که بازی ورزشی کم میکنن، بازی مثلا همین سیر حرکت کم میکنند. یک بازی معروف است با نام لنکا بازی. لنکا بازی بله. لنکا بازی بعضیا فکر میکنن که این شاید از روسی از دیگر فرهنگ آمده باشه. نه. میخائیل استپانویچ اندریف بازی لنکا بازی رو با نام سورب بازی 150 سال پیش در بدخشان به خط گرفته است. و نام لنکا بازی رو هم بعضی محققان ارتباط میدن یا با لینگ بازی هستین یا با لنگ. یک پایه مثل لنگ ایستاده. همین خیلی یا این است. به هر صورت این بازی ریشه‌ای مثلا تاجیکانه دارد. نام‌های تاجیکانه دارد که
هم در کتاب ما اینجا اشاره کردیم از اقتباس از پروفسور اندریف و هم در کتاب تاجیکان خوب هست نامی هر یک نوعی بازی آورده شده است و برای همین هم فکر میکنم شاید از بین تاجیکان به کشورهای همسایه رفت و نامش تغییر یافت لانکا شد. بله بله. ما باید اعتراف کنیم که این بازی ها مثلا حتی این رو میشود که به یونسکو پیشنهاد کرد. چرا نه؟ مثلا قرغیزها بازی بوجل بازی رو پیشنهاد کردند. قزاق‌ها مثلا بازی بوجل بازی رو بازی ملی حساب میکنند. در شهر الماتا عکسی یا مجسمه بوجلی دو تا بوجلی کلان زرین هست. البته طلایی نه اما یک رنگی مثلا طلایی زرحلی کردند که برای هر کس همین جالب است. بوجل بازی هم از بازی قدیمه است. این رو در سرچشمه ها ما در قیاس اللغات دیدیم. اونجا در به فکرم لغت فارس هم هست. کلمه بوجل رو پاجول میگوید. یعنی کم تحریف شده بوجل شده است اصلا پاجول است. یعنی همون جول شاید به معنی استخوان است که در پای مثلا گوسفند و بزو اینها هست یا گاو. خب این هم از بازی های مثلا بچگانه است. همین طریق ما یک سلسله بازی داریم که در ایام بهار است و محض در ایام بهار این همون چلیک بازی است. در دیگر فصل ما نمیبینیم. بله بله صرف در بهار است. بله درست گفتید. شاید هر کس فکرش رو بیان میکند. به فکر من شاید سبب این است برای چی در بهار؟ برای آنکه در بهار درختان رو شاخچه‌بری میکنند. با کلمه روسی گیم ابرسکا. بله بله. شاخچه‌بری میکنند و این چوب ها البته بچه‌ها وظیفه دارن که به پدر و مادر خدمت کنند و چوب ها رو درزبندی کنند یا مثلا برای پیچکه و بخاری صندلی اون رو خرد کنند. انا در همون جا چوب درخواست دلخواهشون رو جدا کرده میگیرن. چلیک و دنگل در همونجا پیدا میشه از همونجا و برای همین من فکر میکنم این از همون چی است. استاد مسلم است که هر یک بازی در پشت خود یک حکمت هم دارد. درست است. البته ما در این وقت کوتاه نمیتوانیم درباره همه حکمت های این بازی ها در اینجا گفته باشیم، اما با هر صورت من میخواستم درباره در مجموع چه حکمت داشتن همین بازی ها شما در اینجا چند حرف بگویید در مجموع چه حکمتی دارد. خب حکمت های زیاد دارد، یعنی معنی های زیاد دارد. ما چند از آنها را گفتیم که مثلا این واسطه بهترینی تندرستی است، تندرستی بچه ها است و برای همین هم ما این کتاب رو آماده کردیم که دسترسی خوانندگان، دسترسی کارمندان مثلا باغچه ها شود که آنها این بازی ها را هم احیا کنند، هم بچه ها را در روحیه مثلا جسارت و مردانگی و دیگر تربیت کنند. خب حکمت دیگرش این است که بازی های شروع کنیم از دخترانه بعد پسرانه. بازی های دخترانه که هستن شاید لختک بازی باشد. این بازی ها یک نوع تقلیدی زندگی کلانسالان است. مثلا دختران اونجا لختک میکنند، اونجا داماد و عروس میکنند، فرهنگ اویله‌داری رو مثلا یکی مثلا پدر میشد، یکی مادر میشد. بله بله. و مثلا بازار تشکیل میکنن. معلم بازی هست که یکی مثلا به تقلید کلان معلم میشود و شاگرد میشود و یکی از محققان خارجی گفته است که این بازی ها بچه ها رو به حیات آینده شناس میکند، آماده میکند. یعنی بازی بچگانه را گیریم همین خیلی است. البته رنگارنگ هستند اما بسیار بازی هستند که مثلا جاگذرک گفتیم قبلا. حتی ما با دوچرخه هم جاگذرک میکردیم. با دوچرخه. یعنی ببینید امروز مثلا چندین نوع‌های بازی‌های ورزشی بین الملل هستند که با دوچرخه، با موتورسیکل، با مثلا ماشین ها پایگاه میکنن، به جاهای دشوار گذر میروند، از کوه ها میفرویند و میبرند. اینها مثلا بچه ها به تقلید اینها یا مثلا خودی همون بازی های سرباز بازی و مثلا پران اینها هم برای سرباز شدن، برای جسارت کمک میکنند. یعنی حکمت اساسی همین است که بازی ها بچه ها را به زندگی آینده آماده میکند. بله. همین بازی ها اصولا استاد مسلم است که نوروز در جای خالی به وجود نامد. یعنی مثلا از اون زمانی که شاه جمشید نوروز رو اعلان کرد، البته در ذهن ملت، در عرف و عادت مردم
همون وقت یک عده از انعنه‌ها بودند و اما به هر صورت فکر میکنم که در روند 5000 ساله که نوروز موجودیت دارد البته تشکل یافتند انعنات دیگر و ویژه بازی‌های دیگر هم پیدا شدند. درست است؟ 100%. ما دقیقاً درباره بازی‌ها تحقیقات نبردیم، فقط ما جمع کردیم و نشر کردیم، اما یک مقاله‌های کوتاه در این باره نوشتیم و معلوم می‌شود که یک سلسله بازی‌ها از دوران خیلی قدیم آمدند، بعدتر در عصرهای میانه باز بازی‌های نو پیدا می‌شوند، بازی‌ها از دیگر فرهنگ‌ها وارد می‌شوند. مثلا در عصر 20 چندی بازی‌ها از طرف روس‌ها مثلا وارد شدند، اما ما بازی‌ها داشتیم که شبیه آنها. مثلا یک بازی بود که سنگچه رو پنهانی به دست کسی میدادند. بله بله بله. این رو کلوشکا میگفتن یا نام دیگر داشت. در ما کچه بازی میگفتن. در جنوب کچه بازی میگفتن یا این دیگر بود؟ آفرین. اما کچه شما قدیمتر است. بله. و روس‌ها آن رو کلچکا میگفتن. یعنی در زبان بچه‌ها این کلوشکا میگفتن، تلفظی بچگانه. و وقتی که ما این رو جستجو میکردیم از رودکی پیدا کردیم. در قدیم اینو عینی هم گفته است. کچه بازی میگفتن، کچه میگفتن، کچه میگفتن، کجه میگفتن و گچه میگفتن. ببینید حاضر سهراب شما یادآور شد که در منطقه جایی که شما زندگی میکردید، منطقه مثلا ختلان، در اونجا کچه بازی باقی مانده است. بله بله. و همین کچه بازی با کجه بازی، کچه بازی، گچه بازی یک ریشه است. استاد رودکی هم گفت است که شب، من بیت رو دقیقا فراموش کردم، شب دراز است و در این مدت کسی مثلا به دست من نه انداخت یکی کجه. یعنی این کچه بازی همین است که زیر بیشتر صندلی، زیر صندلی دستا رو فصل زمستان بله بازی زمستان، بله بازی زمستان، زیر صندلی مثلا همون کجه رو یا کیچه رو به دست یکی از بچه‌ها میداد. و دیگران باید پیدا میکردن که حتی ترانه هم داشت، کچه به دست کیست، شما گویید به دست کیست، خیلی سوال جواب داشت. بعد نتیجه اش خوب بود استاد. خب مرحبا. نتیجه اش خوبیش همین بود که اون دسته که بازی رو میباخت البته فرداشت یک دسترخوان یک ضیافت میآورست و این دسته در اونجا البته تناول میکرد. استاد مسلم است که در دوران صاحب استقلالی انعنات نوروز تشکل یافتند. به ویژه سرور دولت در احیای دوباره انعنات نوروز خیلی سهم بزرگ دارند. البته عالمان و دانشمندان ما، به ویژه شما هم سرچشمه‌های تاریخی رو بار دیگر ورق گردان کردید و به قولی که نوروز رو دیگر باره به عالمیان معرفی کردید که واقعا این ایدی تاجیکانه هست و واقعا چون جهانی شدن نوروز از جانب تاجیکستان است، ما مطمئنا گفته میتوانیم که صاحب این اید ما هستیم. به ویژه در زمانی که در دوران صاحب استقلالی ما همه عرف و عادت و انعنات او رو به عالمیان معرفی کردیم. بله، واقعا ما بسیار شکرگزار هستیم که در زمان صاحب استقلالی فرهنگی اصیل ملی، انعنه‌های سنت‌های ملی احیا شدند. این فرهنگ و این سنت‌ها، این جشن‌ها تاجیک بودن ما را به جهانیان معرفی میکنند. یعنی تاجیکیت ما، اگر که همین کلمه سازیم، تاجیکیت ما انا همین چیزا است، انا همین طعام‌ها، انا همین موسیقی زیبای شش مقام و فلک و نقشخوانی، انا همین مثلا رقص‌های زیبا و فولکلوری مثلا تاجیک، روبایی ها، همین انمینا، چکن و اطلس و ادرس و لنکا و کچه بازی و هم، ما اگر همه اینها رو یک به یک نامبر کنیم شاید که هفته ها لازم است که ما واقعا ملت خیلی بای هستیم، واقعا دارا هستیم که چنین فرهنگی بای داریم و تشکر میگیم بر پیشوای ملت که واقعا در تاریخ کاری رو کردن که چندین هزار ساله مثلا نیاگان ما آرزو میکردن، یعنی صاحب چنین یک دولتی صاحب استقلال و صاحب فرهنگ و صاحب نام باشند. بسیار عالی، بسیار خوب. دوستان عزیز ارجمند، من در فرجام صحبت این شامینه میخواستم یک بار دیگر کتاب استاد دلشاد رحیمی رو برای شما معرفی کنم. من ببینید بازی های انعنوی بچگانه تاجیکان، بسیار یک کتاب خوب است. البته سر یک صحبت کوتاه ما نمیتوانیم که آن چیزی که در اینجا درد شده است اون برای شما معرفی کنیم. برای همین توصیه میدهیم این کتاب رو ورق گردان کنید
بچگی های خود به یاد میارید، جوانی های خود به یاد میارید و البته باز هم از عرف و عادت های ملی مردمی ما خیلی هم آگاه میشوید در به ویژه در سمت ورزش. و علاوه میکنم که این بازی ها رو کدامش که به شما پسند است به بچگان خود نبیرگان خود آموزانید تا که آنها همین بازی ها رو فراموش نکنند و دوام دهند. زیرا این بازی ها حکمت های بزرگ دارند. سلامت باشید. تشکر استاد برای یک صحبت خوب و خوشتان. نوروز هاتون مبارک باشد. تشکر. نوروز شما مبارک و نوروز بینندگان کلی مثلا علاقمندان نوروزی جهانی. بسیار عالی، بسیار خوب. خوش آمدید دوستان عزیز ارجمند. در همین جو برنامه ما به انجام میرسد. از نام شما یک بار دیگر به استاد دلشاد رحیمی اظهار سپاس میکنیم. نوروز شما هم مبارک باشد. خیر.